سلام رفقا، خوش اومدید به داستان امشب. یه داستان واقعی از یه ازدواج که هیچ وقت نباید اتفاق می افتاد. پدر بزرگم حاج باقر مردی اهل دل و اهل یه روستای قدیمی حوالی دماوند بود. مردی که همه اهالی روستا به صداقت و شجاعت و تجربهش احترام میذاشتن. شبها کنار شومینه می نشست و داستانه اجدادش رو تعریف می کرد. داستانهایی که پر از رمز و راز بودن، ولی هیچ کس نمیدونست پشت اون چهره آروم و محکمش چه تجربه های عجیب و غریبی نهفته است. یه شب به درخواست زیاد من مجبور شد سرگذشت خودش و ازدواج با زن جنی و بچه دار شدنش از جن رو برام تعریف کنه. یه شب پاییزی وقتی مه غلیظی همه دره و باغ‌های اطراف خونه رو گرفته بود، صدای آروم و عجیب و غریبی از جنگل نزدیک خونه شنیده شد. حاج باقر از پنجره نگاه کرد و چیزی دید که باورش سخت بود. زنی با موهای بلند و سیاه و چشمای درخشان که انگار خود مهتاب توش جمع شده بود. وسط مه ظاهر شد. پوستش سفید و شفاف بود، ولی نگاهش همزمان حس جذب و ترس رو منتقل می‌کرد. زن خودش رو مهیندخت معرفی کرد. صدای کشیده و آروم و اغوا کننده‌ای داشت که حاج باقر حس کرد حتی نفس کشیدنش سخت شده. گفت من از جنس شما نیستم. اومدم که بخشی از زندگیت باشم. حاج باقر با وجود تپش شدید قلب ترس سنگینی رو تو بدنش حس کرد. ولی مهیندخت طوری حرف میزد که حس میکرد هیچ راه بازگشتی وجود نداره. کنجکاوی و هیجانش رو تسخیر کرده بود. روزها گذشت و مهیندخت هر شب ظاهر میشد. گاهی روی ایوان می نشست و از گذشته دور و جهانی حرف میزد که آدم‌ها نمیتونستن ببیننش و زمان براش محدودیت نداشت. حاج باقر کم کم جذب شد، نه فقط به خاطر زیبایی افسانه‌ای اون، بلکه به خاطر قدرت اسرارآمیزی که از وجودش ساطع میشد و حس میکرد از دنیای فراتر از این جهان میاد. اهالی روستا زمزمه میکردن که زن جنیه، موجودی ماورایی که هیچ آدم عادی نمیتونه باهاش زندگی کنه. ولی حاج باقر مردی اهل عقل و تجربه بود. اول به حرفاشون گوش نداد و میگفت اگه این زن واقعی هست یا نه فقط قلب من میتونه قضاوت کنه. یه شب وقتی مهیندخت دستش رو گذاشت روی شونه حاج باقر، صدای آروم و اغوا کننده‌ای پیچید. حالا وقتشه که تصمیم بگیری. یا میتونیم زندگیمون رو با هم بسازیم یا دوباره برمیگردم به دنیای خودم. حاج باقر نگاهش رو دوخت به چشمایی که هم نور و هم تاریکی توش بود. قلبش از هیجان و ترس همزمان میتپید و درونش صدایی میگفت که نمیتونه تنها بمونه، نمیتونه از این موجود عجیب و مرموز دل بکنه. همون شب حاج باقر تصمیم گرفت قدم تو مسیری بذاره که هیچ انسانی تجربه نکرده بود. مسیر عشق و زندگی با موجودی فراتر از دنیای آدم ها. نمیدونست که این انتخاب آینده خانواده و نسل‌های بعدیشو برای همیشه تغییر میده. مهیندخت لبخند زد، نوری تو چشماش درخشید و مه غلیظ اطراف خونه رو آروم کنار زد. اون شب فقط شروع یه ماجرا پر از عشق و ترس و رمز و راز بود. چند ماه که گذشت، رابطه حاج باقر و مهیندخت عمیق‌تر شد. مهیندخت هر شب تو مه ظاهر میشد و حرفایی میزد که حاج باقر نه تنها نمیفهمید، گاهی حس میکرد که از دنیای دیگه حرف میزنه. دنیایی که زمان و مکان توش محدود نیست. هر بار که نگاهش رو میدید، قلب حاج باقر پر از هیجان و ترس میشد. انگار همه رازهای دنیا جلوی چشمش باز شده بودن. حاج باقر تصمیم گرفت با مهیندخت ازدواج کنه. مراسم ساده و پنهانی برگزار شد. فقط خودشون و 2 نفر از نزدیکان مطمئن بودن. مردم زمزمه میکردن این زن جنیه، زندگی باهاش بلا میاره. ولی حاج باقر گوشش بدهکار نبود. عشق و کنجکاویش اونقدر قوی بود که همه هشدارها رو خاموش کرد. شبها خونه حاج باقر پر از صداهای عجیب میشد. گاهی زمزمه‌های بی‌معنا از گوشه اتاق می اومد. گاهی نور شمع‌ها بدون دلیل
میلرزید و حرکت میکرد. معیندخت با لبخند میگفت اینها نشونه حضور منه، نترس. حاج باقر با وجود ترس هر بار آرامش عجیبی کنار اون حس میکرد. حس میکرد چیزی تو وجودش با نیروی فراتر از جهان آدم‌ها پیوند خورده. اهالی کم کم فهمیدن حاج باقر دیگه یه آدم عادی نیست. گاهی شبها، ساعتها تنها تو حیاط مینشست و به مه و تاریکی خیره میشد. انگار کسی یا چیزی باهاش حرف میزد. کسی جرأت نزدیک شدن نداشت و حاج باقر هم نمیخواست کسی مزاحم بشه. معیندخت با قدرت اسرارآمیزش آروم آروم تو زندگی حاج باقر جا باز کرد. همیشه لبخندی داشت که هم آرامش میداد هم ترس رو منتقل میکرد. هر بار حاج باقر نگاش میکرد، حس میکرد با دنیای دیگه تماس گرفته، جایی که مرز بین واقعیت و ماورا محو شده. یه شب معیندخت دستش رو گذاشت رو شونه حاج باقر و زمزمه کرد حال و مسیر ما مشترکه و چیزی تو دنیای ماورایی منتظر ماست تا وارد زندگیمون بشه. حاج باقر حس کرد قلبش از هیجان و ترس گره خورده. دیگه راه بازگشتی نبود. تنها راه پیش زندگی با زن جنی و پذیرش دنیای فراتر از آدم‌ها بود. ازدواجشون نه فقط عشق و شجاعت حاج باقر رو محک زد، بلکه زمینه ساز رویدادهایی شد که نسل‌های بعد خانواده رو تحت تاثیر قرار میداد. هر صدا، هر نور عجیب، هر حرکت مرموز تو خونه نشونه قدرت معیندخت و دنیای مخفی اون بود. و این تازه شروع مسیر پرپیچ و خم ماجرا بود. چند ماه بعد از ازدواج خبر تولد اولین فرزند به گوش روستا رسید. زن جنی حالا کوچکترین موجودش به دنیا اومده بود. پسری با چشمای درخشان، انگار نور مهتاب توش جمع شده بود. اهالی زمزمه می‌کردن فرزندی از دنیای دیگه. ولی حاج باقر با ترس و نگرانی یه اشتیاق عجیب هم حس می‌کرد. اشتیاقی که آمادش می‌کرد خانواده‌اش رو کامل بپذیره. چند ماه بعد دومین فرزند هم به دنیا اومد. دختری که به نظر می‌رسید نیروی تو وجودش نهفته که هیچ انسانی نمیتونست درک کنه. گاهی ساعتها با نگاه خیره به گوشه‌ای از خونه خیره میشد. انگار کسی یا چیزی رو میدید که دیگران نمیتونستن ببینن. حاج باقر اول فکر میکرد طبیعیه، ولی کم کم فهمید قدرتی فراتر از انسانها تو فرزندانش نهفته. شبها صداها و نورهای مرموز از گوشه و کنار خونه شنیده میشد. سایه‌های بلند و باریک از دیوار عبور میکردن. چراغ‌ها بی دلیل خاموش و روشن میشدن. معیندخت با لبخند میگفت اینها نشونه قدرت فرزندان ماست، فراتر از زمان و مکان. حاج باقر هم عشق داشت، هم حس مسئولیت سنگین. فهمید آینده فرزندانش دست نیروی نامری و خطرناکه. بچه‌هاش کم کم رشد کردن و توانایی‌هاشون آشکارتر شد. پسر کوچیکش طیفان صداهای اشیا رو میشنید و گاهی بدون لمس اونا رو حرکت میداد. دختر کوچیکش رماله موجودات نامری رو میدید و باهاشون حرف میزد. اهالی کم کم فهمیدن خونه حاج باقر دیگه عادی نیست. صداها، نورها، سایه‌های عجیب همه نشونه بودن که این خانواده با دنیای دیگه پیوند خورده. حاج باقر هر روز بیشتر درگیر عشق و مسئولیتش میشد. میدونست باید راهی پیدا کنه تا فرزنداشو بزرگ کنه و از خطرات ناشناخته محافظت کنه. و این تازه آغاز داستان بود. آغاز مسیر پر از رمز و ترس. جایی که عشق حاج باقر و قدرت معیندخت روز به روز بیشتر در هم تنیده میشد. بعد از تولد بچه‌ها خونه حاج باقر دیگه آروم و عادی نبود. هر گوشه دیوار، هر سایه که تکون میخورد انگار پیام یا هشداری از یه دنیای دیگه داشت. بعضی وقتا صداهای مبهم و زمزمه‌وار تو شب به گوش میرسید. بعضی وقتا هم نفسایی که معلوم نبود مال کیه فضای خونه رو پر میکردن. حتی بچه‌ها با چشمایی که برق میزدن و رفتارهای عجیب. بعضی وقتا هم با موجودایی حرف میزدن که هیچ کس دیگه نمیدید. یه شب پاییزی حاج باقر تو اتاق نشسته بود و به معیندخت نگاه میکرد
که با آرامش بچه‌ها رو تو بغل گرفته بود. ناگهان سایه سیاه و بلند از دیوار رد شد، درست پشت سرش. قلبش زد بالا، اما وقتی برگشت چیزی ندید. مهیندخت لبخند زد و گفت نگران نباش، اینو فقط سایه های کوچیک دنیاهای دیگه است. ولی نگاهش اونقدر جدی و پرقدرت بود که حتی حاج باقر فهمید این لبخند یه آرامش کامل نیست. کم کم نشونه‌ها بیشتر شد. یه شب دختر کوچیکه رماله سقف خونه رو نگاه کرد و گفت بابا دارن نگاهمو میکنن. حاج باقر حس کرد یه نگاه نامرئی سرد و دقیق کل خونه رو گرفته. پسر هم همون شب بدون اینکه حاج باقر چیزی بپرسه گفت صدای اونا رو میشنوم. نمیخوان ما آروم باشیم. حاج باقر شبها بیخوابی میکشید. میدونست مهیندخت با قدرت جنیش میتونه از اون و بچه ها محافظت کنه. ولی یه چیزی تو دلش میگفت که نیروهای دیگه هم تو کمینه. موجوداتی از یه دنیای تاریک که نمیخوان خانواده‌اش تو صلح زندگی کنن. هر بار شمعی روشن میکرد. نور کمرنگش سایه های عجیب و غیر طبیعی روی دیوار مینداخت. سایه هایی که حتی حرکت بچه ها رو تقلید میکردن. یه روز وقتی حاج باقر تو حیاط قدم میزد حس کرد کسی یا چیزی پشت سرش حرکت میکنه. برگشت اما چیزی ندید. مهیندخت از پنجره نگاش کرد و گفت اونا همیشه نزدیکن، ولی نترس. فقط وقتی میترسی قدرتشون بیشتر میشه. این جمله ساده ولی تهدیدآمیز حاج باقر رو بیشتر نگران کرد. فهمید زندگی با مهیندخت و بچه‌ها مسیر پر از راز و خطری که همیشه باید آماده بود. شبها نور شمع لرزون و صداها واضح‌تر میشد. بچه‌ها هر کدوم به یه نحوی با موجودات نامرئی ارتباط برقرار میکردن. حاج باقر کم کم حس کرد خانواده‌اش دیگه فقط تو دنیای انسان‌ها زندگی نمی‌کنن. سایه‌ها، زمزمه‌ها و هاله‌های نور نشون میداد که این خونه یه دروازه است بین دو جهان. دنیای انسان‌ها و دنیای جنیان و موجودات ماورایی. و این تازه شروع هشدارها بود. شروع مرحله‌ای که حاج باقر باید آماده میشد تا با قدرت و عشق از خانواده محافظت کنه. سایه‌ها روز به روز بیشتر می‌شدن و تنها راه بقا شناخت عمیق دنیای بچه‌ها و مهیندخت بود. دنیای پر از راز و قدرت و خطرهای غیر منتظره. شبها تو خونه حاج باقر دیگه قابل تحمل نبودن. سایه‌ها کم کم شکل می‌گرفتن و حرکاتشون دقیق‌تر و هدفمندتر می‌شد. صداهای زمزمه‌آمیز که قبلا مبهم و پراکنده بودن حالا به جملات کوتاه و تهدیدآمیز تبدیل شده بودن. جملاتی که فقط حاج باقر و بچه‌ها میشنیدن. حتی مهیندخت با تمام آرامش و قدرتش گاهی ساکت میشد و به گوشه از خونه نگاه میکرد و لبخندش شبیه یه اخطار نامرئی میشد. یه شب پسر کوچیک طیفان تنها بود. حاج باقر صدای لرزونش رو شنید که داد زد بابا اونا اومدن تو اتاق. فوراً دویدم سمتش. وقتی رسیدم کسی نبود، ولی نگاه پسر وحشتناک و پر از ترس بود. با دستش به هوا اشاره میکرد و میگفت اونا اطرافمونن، نمیتونم نفس بکشم. دختر کوچیک رماله هم نشونه های وحشتناک از خودش نشون میداد. شبها چشماش نور روشن و تیزی میداد و گاهی با صداهایی که فقط خودش میشنید حرف میزد. حاج باقر فهمید بچه‌ها نه تنها نیروی جنی مهیندخت رو دارن، بلکه موجودات تاریک و نامرئی هم تلاش دارن اونا رو تسخیر یا تحت تاثیر قرار بدن. یه شب دیگه وقتی مهیندخت کنار شومینه نشسته بود و آروم حرف میزد، سایه سیاه و بلند از سقف پایین اومد و مستقیم رفت سمت حاج باقر. اون تونست در آخرین لحظه با نوری که از مهیندخت می اومد خودش رو محافظت کنه. مهیندخت با صدای آروم کشیده گفت اونا در کمینن حاج باقر، ولی هنوز دیر نشده. حاج باقر کم کم حس کرد که فقط عشق و آگاهی کافی نیست. باید مهارت‌های واقعی دنیای ماورایی رو یاد بگیره تا خانواده‌شو از موجودات تاریک نجات بده. تمرینات و آموزش‌های شبانه مهیندخت شروع شد.
طلسم و وردهایی که فقط کسایی که توانایی دیدن و شنیدن دنیای جنیان رو دارن میتونن بفهمن. هر ورد و حرکتی که حاج باقر انجام میداد سایه ها عقب میکشیدن، اما دوباره برمیگشتن. گویی موجودات تاریک صبر و قدرت زیادی داشتن. یه شب دیگه وقتی همه خواب بودن، سایه نامری وارد اتاق شد و دفترچه قدیمی حاج باقر که برای ثبت وقایع خانواده نگه داشته بود به هم ریختن. صفحات ورق خوردن و جملات خودشون رو نوشتن. این خونه دیگه مال شما نیست. حاج باقر فهمید تهدید جدی‌تر از اونیه که فکرش رو میکرد. تصمیم گرفت دیگه هیچ لحظه ای رو از دست نده. باید با موجودات تاریک روبرو میشد و از قدرت معیندوخت و بچه‌ها برای محافظت استفاده میکرد. تو اون شب تاریک حاج باقر فهمید که روبرو شدن با خطر تنها راه بقاست. راهی که میتونه آینده خانواده و بچه‌ها رو شکل بده یا همه چیزو تو دنیای تاریک از دست بده. بعد از شب‌های طولانی پر از سایه و صداهای تهدیدآمیز، حاج باقر فهمید تنها راه نجات خانواده اتحاد کامله. با معیندوخت صحبت کرد و با تمام قدرت و آرامش زن جنی تصمیم گرفتن بچه‌ها رو وسط انرژی خونه جمع کنن و با کمک هم حلقه از نور و محافظت حصار درست کنن. هر کدوم از اعضای خانواده نقش خودشون رو داشتن. پسر کوچیکش تایفون انرژی‌های مخفی اطراف رو حس می‌کرد و دختر کوچیکش موجودات نامری رو می‌دید و معیندوخت قدرت جنیشو برای تقویت حلقه به کار می‌برد، در حالی که حاج باقر مسئول هدایت و تمرکز خانواده بود. شب تاریک رسید و سایه‌ها دوباره شروع کردن به حرکت. با خشونت و تهدید وارد خونه شدن، اما این بار حاج باقر آماده بود. همه دست در دست هم دادن و دور دایره نور ایستادن. معیندوخت با صدای آروم و مطمئن گفت حالا وقت اتصال واقعیه، نه با ترس، نه با تردید، با عشق و آگاهی. تو همون لحظه نور خونه شدیدتر شد و سایه‌ها شروع کردن به عقب نشینی. بچه‌ها هر کدوم با توانایی خودشون مرزهای خونه رو به انرژی مثبت و محافظت شده تبدیل کردن. سایه‌ها که قبلا تونسته بودن خونه رو بگیرن و تهدید کنن، حالا در برابر اتحاد و قدرت خانواده ناتوان بودن. حاج باقر حس کرد با این کار ترس‌های گذشته کم کم از دلش بیرون میرن و کنترل واقعی خونه و بچه‌ها دست خودشون معیندوخته. یه لحظه سایه بلند و عظیم ظاهر شد. تهدید نهایی که قدرت واقعی خانواده رو آزمایش میکرد. اما این بار بچه‌ها و معیندوخت با قدرت و آرامش کامل ایستادن. نور از دست معیندوخت و بچه‌ها به سمت سایه‌ها رفت و صدای زمزمه‌های تهدیدآمیز آروم آروم محو شد. سایه فرو ریخت و دیگه هیچ تهدید واقعی ایجاد نکرد. حاج باقر برای اولین بار تو ماها آرامش واقعی رو حس کرد. خانواده‌اش نه تنها زنده موندن، بلکه قدرت واقعی پیدا کردن. قدرتی که از عشق و اعتماد و اتحاد میاد. بچه‌ها حالا نه تنها توانایی‌هاشون رو میفهمیدن، بلکه یاد گرفتن چطور ازشون برای محافظت از خودشون و خانواده استفاده کنن. خونه قدیمی دیگه فقط یه جای پر از سایه و تهدید نبود. جای امن، پر از نور و انرژی مثبت شده بود. معیندوخت با لبخندی آروم گفت این تازه آغاز راهمونه، ولی حالا میدونیم با هم هیچ نیروی تاریکی نمیتونه ما رو شکست بده. حاج باقر دست همسر و بچه‌هاشو گرفت و آروم گفت ما دیگه تنها نیستیم. ما یه خانواده واقعیم. خانواده‌ای که از دنیای انسانی و دنیای جنیان عبور کرده و قوی تر شده. همه لبخند زدن. لبخندای واقعی. لبخندایی که نه ترس داشتن نه تردید. پدر بزرگ تعریف میکرد این عشق و دوستی سالها طول کشید، ولی با گذشت سالها که پا به سن پیری گذاشت و ضعیف و ناتوانی پیکر و جسمش رو فرا گرفت، دیگه نمیتونست با نیروهای شری که به بچه‌ها و زن جنیش نزدیک میشدن مقابله کنه و باعث شد ازشون فرار کنه. و همیشه میگفت برای داشتن چیزی باید بهاش رو پرداخت کنی. من جوان و خام بودم، نمیدونستم با ازدواج با زن جنی خیلی چیزا رو به دست آوردم، پول، ثروت و شهرت، ولی بعدش همش ازم گرفته شد. پسرم،
بهتره قبل از هر چیزی باید یاد بگیری با ازدواج با جن خودت رو تو تاریکی میندازی و نور قلبت کم کم خاموش میشه و تبدیل میشه به یکی از خودشون. بهای این کار سنگینه. خیلی وقتا میگفت ولم نمیکردن چون منو برده بودن تو قبیله خودشون و رازهاشون رو فهمیده بودم. یه جورایی تسخیر کامل شده بودم. به هم همیشه بیشتر از اون چیزی که میخواستم بها میدادن، ولی فهمیدم که از روحم تغذیه میکنن. بیشتر وقتا از رابطه سرگیجه میگرفتم و بدنم بیروح و سرد میشد. یه چند سالی هم به شدت مریض بودم و تو جا افتاده بودم. فکر میکردم نترسم و با این کار به خیلی چیزا میرسم، ولی اینطور نبود. برای رفتن به ماورا باید قدرت روحانیت زیادی داشته باشی، نه با ازدواج با جنیان، بلکه با ریاضت و سیر و سلوک میتونی برسی به چیزی که میخوای، نه با تقلب. میگفت بعد از چندین سال توبه کرده و چندین ساله خبری از خانواده جنیش و زنش نداره. گفت این کار باعث شد که سالها از مادر بزرگت جدا بودم و عمرمو تو خونه متروکه دیگه و بیابونها سر کردم. اونا به من دستور میدادن و میبردنم و بهای کارم رو پرداخت کردم. و اینطوری داستان خانواده حاج باقر تموم شد.